سلام به تو شنونده عزیز پادکست روان تو. تا حالا شده تو زندگیت احساس کنی یه چیزی درست نیست؟ شاید یه رابطه خراب، یه حس حسادت، یا حتی یه استرس دائمی که نمیدونی از کجا میاد. حالا فکر کن یه تکنیک ساده فقط با 4 جمله بتونه این حسهای سنگین رو از ذهن و قلبت پاک کنه و بهت آرامشی بده که تا حالا تجربهش نکردی. امروز قراره با یه روش باستانی هاوایی به اسم هوپونوپونو آشنا بشیم که مثل یه جادو زندگیت رو متحول میکنه. آماده اید که با من همراه بشید و این ابزار قدرتمند رو کشف کنیم؟ قبل از هر چیز ببینیم هوپونوپونو چیه و از کجا آمده. هوپونوپونو یه تمرین معنویه که از فرهنگ هاوایی میاد. تو زبان هاوایی این کلمه به معنی درست کردن یا تصحیح کردنه. این تکنیک در اصل برای حل اختلافات خانوادگی و ایجاد صلح تو جامعه استفاده میشد، اما حالا به یک ابزار جهانی برای پاکسازی ذهن و قلب تبدیل شده. این روش توسط شخصی به نام مورنا نالاماکو سیمیونا، یه درمانگر هاوایی، به دنیای مدرن آورده شده و شاگردش دکتر ایهالیا کالاهیولن اون رو به شهرت جهانی رسونده. داستان دکتر هیولن واقعا شگفت انگیزه. اون تونست بدون ملاقات مستقیم با بیماران یک بیمارستان روانی فقط با استفاده از این تکنیک اونها رو بهبود بده. چطور؟ فقط با تکرار 4 جمله ساده. بیایید با قلب این تکنیک آشنا بشیم. هوپونوپونو بر پایه 4 جمله است که مثل یک مانترا عمل میکنه. 1. متاسفم. 2. لطفاً منو ببخش. 3. ممنونم. 4. دوستت دارم. این جملات به نظر ساده میان، اما وقتی با نیت و احساس گفته بشن میتونن معجزه کنن. یکم عمیق‌تر بشیم. متاسفم. با این جمله تو مسئولیت چیزی که تو زندگی تجربه کردی رو میپذیری. مثلا اگه با یکی دعوات شده میگی متاسفم که این انرژی منفی تو زندگی من وارد شد. لطفاً منو ببخش. اینجا از خودت یا نیروی برترت میخوای که این وضعیت رو بهبود بده. ممنونم. تشکر میکنی برای فرصتی تا این مشکل رو پاک بکنی. دوستت دارم. با این جمله عشق و انرژی مثبت رو به خودت، دیگران و جهان هستی میفرستی. این جملات مثل یه جاروبرقی ذهنی عمل میکنن و انرژی های منفی، خاطرات دردناک یا باورهای محدود کننده رو از ناخودآگاهت پاک میکنه. شما این تکنیک رو میتونید به روش‌های مختلف استفاده کنید. من خودم یه تکنیک خیلی خوب پیدا کردم که منبعش شخصی به نام امین عطایی بود. اون تکنیک رو الان براتون باز میکنم که شما شاید بتونید با این روش اون چیزی که میخواید رو به دست بیارید. با تکنیک امین عطایی متاسفم یعنی میفهمم یه زخمی هست. نه خودم رو مقصر میدونم، نه دنبال گناهکارم. فقط دارم با فروتنی میگردم. یه چیزی توی منه این رنج رو ساخته یا دعوت کرده. من میپذیرم که ببینمش. متاسفم یعنی من حاضرم ببینم، نه برای سرزنش، برای آگاهی. و شاید این اولین باری باشه که با کودک درونتون روبرو میشین و بهش میگین ببخش که این همه سال تنها گذاشتمت. لطفا منو ببخش یعنی من نمیدونستم چی رو دارم حمل میکنم. نمیدونستم این داده ها چه تأثیری دارن. الان دارم از منبع، از خدا، از روح، از کودک درونم درخواست میکنم اگر چیزی درون من باعث درد شده لطفا منو ببخش. دارم پاکسازیش میکنم. بخشش اینجا یعنی اجازه رها شدن. یعنی به کودک درون بگی ببخش اگه شنیده نشدی، ببخش اگه خواستهات رو نادیده گرفتم، ببخش اگه بار درد بزرگترها رو به دوش کشیدی. و اما کلمه ممنونم یعنی دارم قدردانی میکنم که حالا آگاه شدم. ممنونم یعنی باور دارم که این لحظه یه فرصت برای پاکسازیه. یعنی حتی قبل از اینکه نتیجه رو ببینم اعتماد دارم که چیزی در حال تغییر کردنه. تشکر از کودک درون یعنی مرسی که هنوز اینجا هستی. مرسی که با همه زخمات باز هم دوست داری شفا پیدا کنی. و اما دوستت دارم قوی ترین جمله، ساده ترین و عمیق ترین. دوستت دارم یعنی من تو رو، این درد رو، این خاطره رو به عنوان بخشی از خودم میپذیرم
و با عشق نگاش میکنم. نه برای اینکه تاییدش کنم، بلکه چون تنها چیزی که میتونه پاکش کنه همینه و این عشق قبل از هر کسی باید به کودک درونت برسه، به اون بچه ترسیده، تنها که توی تاریکی ناخودآگاه هنوز داره صدات میکنه. چطور از هوپونوپونو استفاده کنیم؟ استفاده از این تکنیک خیلی راحته و نیاز به ابزار خاصی نداره. فقط این چند قدم رو دنبال کن. یه جای آروم پیدا کن که بتونی تمرکز کنی. به یه مشکل یا یه احساس منفی فکر کن. شاید یه دعوا با دوستت، حس حسادت به موفقیت یکی دیگه یا حتی یک استرس کاری. این 4 جمله رو تو ذهنت یا با صدای بلند تکرار کن. متاسفم، منو ببخش، ممنونم، دوستت دارم. نیازی نیست حتما بفهمی مشکل از کجا اومده. فقط این جمله رو با صداقت بیان کن. میتونی این کار رو هر روز یا هر وقت که نیاز داشتی انجام بدی. نکته جالب اینه که لازم نیست این جملات رو به کسی بگی. میتونی تو ذهنت برای خودت، یه نفر دیگه یا حتی یه موقعیت خاص تکرارشون کنی. تأثیر این تکنیک خیلی زیاده. همه چیز تو دنیای بیرون بازتاب دنیای درونی ماست. اگه تو ذهنت حسادت، خشم یا ترس داری، این احساسات تو زندگیت هم ظاهر میشن. هوپونوپونو بهت کمک میکنه این انرژی های منفی رو پاک کنی و جای اونا رو با عشق و آرامش پر بکنی. علاوه بر این، تحقیقات روانشناسی نشون میدن که تمرین‌های مبتنی بر بخشش و قدردانی مثل هوپونوپونو میتونن استرست رو کم بکنن، روابط رو بهبود بدن و حتی سیستم ایمنی بدنت رو هم تقویت کنن. بیایم یک مثال بزنیم. تصور کن با همکارت بحثت شده و حس میکنی رابطتون خراب شده. به جای اینکه غرق خشم یا ناراحتی بشی، میشینی و توی ذهنت برای اون شخص یا موقعیت این 4 جمله رو تکرار میکنی. بعد از چند روز ممکنه ببینی که یا رابطتون بهتر شده یا خودت دیگه اونقدر اذیت نمیشی. این قدرت پاکسازیه. صبور باش. گاهی نتایج سریعن اما گاهی هم طول میکشه تا تغییر رو ببینی. با احساس بگو. این جملات وقتی با نیت و احساس قلبی گفته بشن تأثیر خیلی قوی تری دارن. به خودت سخت نگیر. لازم نیست حتما به این تکنیک اعتقادی داشته باشی. فقط امتحانش کن و نتیجه رو بگیر. خب دوستان عزیز، حالا که با هوپونوپونو آشنا شدیم، وقتشه که این تکنیک ساده اما قدرتمند رو تو زندگیمون امتحان کنیم. فقط کافیه چند دقیقه وقت بذارید. این 4 جمله رو بگید و ببینید چطور آرامش و عشق به زندگیتون برمیگرده. ازتون دعوت میکنم که همین امروز یه موقعیت رو انتخاب کنید. شاید یه دلخوری، یه حس منفی یا حتی یه نگرانی کوچیک و هوپونوپونو رو امتحان کنید. بعد ازتون میخوام تأثیرش رو برام کامنت کنید. ممنون که امروز با من همراه بودید. اگه این قسمت رو دوست داشتید حتما روانتو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا قسمت‌های بعدی مراقب خودتون باشید و یادتون نره متاسفم، لطفاً منو ببخش، ممنونم، دوستت دارم.